سلام مشتریان عزیز وبسایت malket.if، امید که انشالله صحتمند باشین. در این ویدیوی آموزشی میخوایم نحوه استفاده از کمره USB و نحوه وصل کردن آن به موبایل به شما آموزش بدیم. ابتدا برنامه V380 پرو را داخل گوشی خود نصب میکنیم. برای دانلود برنامه V380 پرو که مخصوص کنترل دوربین ها میباشه، میتونین داخل کروم، داخل گوگل، سافاری کدام تفاوتی نمیکنه، فقط داخل گوگل باشه. به طور مثال ما روی کروم کلیک میکنین، داخل گوگل مینویسیم malket، فقط امیره که نوشتین جستجو رو میزنین، اولین سایتی که آمد با می لوگوی لبخند، داخل سایت که شدین، پایین صفحه دقیقاً اخیر صفحه بخش صفحات مهم روی برنامه ها یا نرم افزارها کلیک میکنین. وقتی کلیک کردین اولین گزینه دانلود برنامه V380 پرو، روش دوباره کلیک میکنین. وارد این صفحه که شدین، دو نوع نرم افزار وجود داره، یکی برای سیستم عامل اندروید، یکی برای سیستم عامل iOS یا آیفون. گوشی شما هر کدام که بود میتونید که دانلود بکنید. به طور مثال از ما سیستم اندروید روی گزینه دانلود برنامه V380 پرو برای اندروید از گوگل پلی کلیک میکنید. به صورت اتومات لینک های آماده رو ما به شما قرار دادیم، فقط کلیک کنین داخل فروشگاه ها میشه. اگر از قبل نصب داشته باشین باز شود نوشته میشه، و اگر نصب نداشته باشین روی دانلود میتونین کلیک کنین، به صورت اتومات داخل گوشی شما نصب میشه. و در ادامه وقتی برنامه V380 پرو را از داخل وبسایت malket.if دانلود کردین، وارد برنامه میشین. بعد از اینکه وارد برنامه شدین، برای اولین بار که وارد برنامه بشین از شما بعضی از درخواست‌ها را داره که از جمله اعلامیه‌ای که از طرف خود نرم افزار است باید روی تیکش فعال بکنین و بعداً روی موافقت کنید کلیک کنید. بعد از اینکه از این تبلیغات تیر شدین روی شروع کنید میذارین، و اگر خواسته باشین که داخل برنامه ثبت نام کنین به صورت رسمی روی ثبت نام میزنین، و اگر قبلا ثبت نام کرده بودین روی ورود میزنین، و اگر میخواین به صورت موقت از برنامه استفاده کنین گوشه صفحه روی امتحان کنید کلیک کردین و بعدا روی بعدا ثبت نام کنید کلیک میکنید. برنامه شما به صورت موقت فعال میشه. برای اولین بار که شما وارد برنامه بشین یا برنامه رو روی گوشی خود نصب کنین، بعضی از مجوزها هم میخواد که شما اونا رو دسترسی بدین. برای برنامه روی مجوزها کلیک میکنین، تمام این گزینه‌هایی که هست این گزینه‌ها رو فعال میکنین. وای فای رو به صورت دقیق و فعال میکنین. مثلا وقتی وای فای فعال شد دوباره عقب میایین، مجوزها رو هم فعال میکنین. تمام گزینه‌ها رو باید دسترسی بدین و گزینه هنگام استفاده از برنامه رو انتخاب میکنین. تنظیمات فعال هم همچنان که منظوری از GPS یا موقعیت مکانی میباشه. و گزینه بعدی این هم مجاز میزنین. و تمام گزینه‌ها که فعال شد، گزینه تایید به این گوشه پایین صفحه سمت راست فعال میشه، روی تایید کلیک میکنید. و فعلا برنامه فعال شده. میخواین که کمره خود به موبایل وصل کنین. کمره را به یک درگاه چارج یا برق وصل میکنین. بعد از 10 ثانیه وای فای کمره شما روشن میشه. میرین داخل وای فای گوشی خود. تمام کمره ها یک سریال نمبر داره. به طور مثال کمره که ما میخواین به شما را تست کنین آخرش 6639 میباشه، روش کلیک میکنین. با وای فای کمره که وصل شدین، بعد از اینکه مطمئن شدین که کمره شما با وای فای کمره وصل شده، ابتدا بلوتوث و موقعیت یاب گوشی خود فعال میکنین، موقعیت یاب یا GPS. و متوجه باشین که در این مرحله حتما باید اینترنت موبایل شما خاموش باشه. اینترنت موبایل شما همچنان خاموش باشه، و اگر VPN دارین VPN موبایل شما خاموش باشه. بعدا وارد برنامه میشین. وارد برنامه که شدین فقط بلند صفحه رو میگیرین، یک بار صفحه رو پایین کش میکنین و ریفرش میکنین. و در این مرحله کمره شما از طرف موبایل شناسایی میشه، روی اضافه کردن کلیک میکنین و از شما میخواد که آیا از طریق اینترنت به کمره وصل شوین یا حالت شبکه محلی یا بدون اینترنت. ما میخوایم بدون اینترنت وصل شوین به کمره. در این مرحله اگر قبلا شما کمره را رمز داده باشین، همون رمز میخواد. اگر نداده باشین، برای بار اول باشه که کمره فعال میشه، پشت کمره یک رمز است، همون رمز میتونین وارد کنین. اما تمام کمرهایی که ما برای مشتریای خود روان میکنین اونا را چک میکنن و یک رمز عمومی است که روی تمام کمره ها ما رمزگذاری میکنیم و اون رمز هست کلان B C D 1 2 3 و 4. بعدا کمره شما موفقانه فعال میشه، میتونین روی پلی کلیک بکنین
و از کمره خود استفاده بکنید. و در اخیر هم اگر کدام سوالی در قسمت استفاده از کمره یا کدام مشکلی داشته باشین، میتونین در همین صفحه که ویدیو رو میبینین پایین صفحه بیاین بخش سوالات و نظرات. به جای اول نظر یا کدام سوال اگر داشته باشین مینویسین، هر چقدر که باشه مشکل نداره. گزینه بعدی نام شما و این تیکر هم اگر فعال کنین، نام و شماره شما رو ذخیره میکنه، برای بار بعدی از شما نمیپرسه. شماره تماس یا شماره واتساپ خود مینویسین، روی ثبت نظر یا ثبت کردن کلیک میکنین، چند ثانیه صبر میکنین که نظر شما در سیستم ثبت شوه. نظر شما که ثبت شد دوباره صفحه تازه میشه و نظر شما به دست ما میرسه و ما هم به زودترین فرصت نظر شما را پاسخ میدین، نظر به سوالی که کردین و بعدا میتونین که به همین صفحه آمده و نظر خودم ببینین پایین صفحه و همچنان پاسخی هم که ما به شما ارائه کردیم او را میتونین که یک جا ببینید.